ببین این بهترین استراتژی من، عاشقشم، فقط منتظرم که هر روز تکرار بشه و من اجراش کنم. ببین خیلی هم سخت نیست، به سه تا چیز ساده نیاز داری: ساختار، FVG، CIST. همین رو باید بفهمی، فقط روی داو جونز و نزدک اجراش کنی. ساعت معاملاتیش هم بین ساعت 9 و نیم صبح نیویورک تا 1 ظهر نیویورک. تایم فریم معاملاتم 15 دقیقه برای تایم بالا، 1 دقیقه برای تایم پایین. ببین اینو یاد نگیری از دستت رفته ها. نمیگم فالوم کن، نمیگم کامنت بذار، من میذارم، تو برو استفاده کن. اوکی برو بریم. اولین قدم، تو باید ساختار مارکت تو بفهمی. روند صعودیه یا نزولیه. نیاز داری یه سقف یا یک کف شکسته بشه. ما اینجا یک شکست ساختار رو داریم. این بریک آف استراکچر ما. روند ما اینجا نزولیه. دنبال FVG های نزولی بگردیم. اولین FVG رو پیدا میکنیم. تنها FVG که هست اینجاست. قدم بعد، این FVG که هست باید نگاه بکنی توی PD زون هست یا نه. پریمیوم دیسکانت بالای باید 50% لگت باشه. الان یه ذره FVG پایین 50%. باکسمو میکشم تا 50% لگ. میریم تایم پایینتر، منتظر میمونیم برسه به این FVG. قیمت رسید. الان تنها کاری که میکنیم باید دنبال یک FVG، یک CISC باشیم. به این دقت کنیم، ما اینجا میخوایم سلر باشیم. اینجا نیاز داریم به یک FVG بای تا اون شکسته بشه برای ما IFVG و بعدش CISC رو کلوز بده که ما بتونیم ورود بکنیم. اینجا باز دوباره برای ما X اتفاق افتاد. ما منتظریم قیمت بیاد این زیرو کلوز انجام بده. اینجا برای ما میشه CIST. اینجا یک FVG بای داریم که زیرش کلوز اتفاق افتاد، شد IFVG. قدم بعدیمون هم اینه که زیر این CISC کلوز اتفاق بیفته. زیر CISC اگر کلوز بده، ما ورود میکنیم برای معامله سل. زیر CISC کلوز داد، استاپ بالای آخرین پول بک، ریوارد 2. تمام ایزی. یعنی این ستاپ عاشقشم من.